آقا یه بار برای همیشه میخوام تفاوت‌های پارس سال موتور جدید، پارس سال سفارشی و پارس سال سفارشی ELX رو برای شما توضیح بدم. دوستان دقت کنید که سال سفارشی ELX و سال سفارشی هر دو داره رینگ اسپورت هستن، اما خودروی سال موتور جدید قالپاق داره و فاقد رینگ اسپورت. اینم سنسور باد لاستیکه که فقط روی خودروی سال سفارشی ELX قرار گرفته و همونطور که در ویدیو میبینید سال سفارشی و سال موتور جدید این سنسور رو نداره. ترمز تایرهای عقب تو خودروی سال سفارشی ELX و همچنین سال سفارشی به صورت دیسکیه، اما تو خودروی ببینید اینم سال سفارشی که دیسکیه، اما خودروی پارس سال موتور جدید یا همون پارس‌های قدیمی ترمزها کاسه‌ای هستش. تفاوت دیگه سال ELX با دو خودروی دیگه کوتاه شدن آنتن و اسپورت شدن اونه که دو خودروی دیگه همون آنتن‌های قدیمی گذشته رو ازش استفاده کردن. یه تفاوت مهم دیگه تو پارس‌های سال ELX سنسور نور و باران داریم اینجا، اما همونطور که می‌بینید سال سفارشی و همینطور سال موتور جدید این سنسور رو نداره. کفوش سال موتور جدید و سال سفارشی هم از کفوش‌های قدیمی شرکت استفاده شده و تفاوت داره با سال سفارشی ELX که همونطور که مشاهده میکنید در این خودرو کفوش‌ها جدیدتر شده و جنس کفوش‌ها هم فرق داره. ما تو خودروی سال سفارشی ELX مانیتور داریم و همچنین این خودرو از دوربین دنده عقب بهره منده که داخل خودروی سال سفارشی و سال موتور جدید نه دوربین داریم و نه مانیتور. برخلاف پارس موتور جدید خودروی سال سفارشی ELX و سال سفارشی هر دو شیشه سرنشینان عقب و شیشه عقب خودرو دودی شده. چراغ‌های جلوی خودرو تو سال سفارشی و سال موتور جدید هر دو به شکل قدیمی و گذشته است و تو سال سفارشی ELX این چراغ‌ها اسپورت شده و شکل زیباتری پیدا کرده. چراغ‌های عقب این خودروها هم دقیقاً مشابه با چراغ‌های جلو برای سال سفارشی ELX اسپورت تره و در دو خودروی دیگر از چراغ‌های قدیمی استفاده شده. صفحه کیلومتر سفارشی ELX هم با تم آبی با دو خودروی دیگه تفاوت داره. خودروی سال سفارشی ELX قسمت پشتی صندلی به صورت برقی هست و همچنین آینه جمع کنه برقی. تو خودروی سال سفارشی هم صندلی ها کاملا دستیه و کلید آینه جمع کن هم نداره. دوستان سه خودرو تو سه کلاس مختلف اما موتورها کاملا یکسانه و همون موتورهای XC70 هستش و هیچ گونه تفاوتی از لحاظ موتوری نداره. تو خودروی سال سفارشی ELX تریم داخلی خودرو مشکی هست اکثرش، اما سال سفارشی و موتور جدید تریم داخلی کرم داره. تفاوت دیگه شون در مورد تریم داخلیشون است.